وسلم میگه بهترین نعمت دنیا نعمت و متاعه و بهترین نعمت دنیا بعد از ایمان المرأة الصالحه، همسر صالحه. یک همسر خوب مؤمن پاک طاهر که رفیق راهت باشه، مادر بچه‌هات باشه، امانتدار زندگیت باشه، تو رو به عفت برسونه، نگاش بکنی خوشحال بشی، دستور بهش بدی اطاعت بکنه، نمازشو بکنه، روزشو بگیره، شرم و حیاشو حفظ بکنه. وقتی هم تو مسافر میشی و غایب میشید، این اوصاف زن خوبه. وقتی که از خونه میرید بیرون مسافرت میرید، تو رو در دو چیز حفظ بکنه، یکی در بستر خواب و یکی در مالت. این دوتا رو نگه بداره. رفیق راه انسان باشه، مشاور انسان باشه، همدم و هم نفست باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه زن خوب زنی است که وقتی نگاهش میکنی شادت میکنه، کل وجودت محبت در بر میگیره. دیگه دوست نداری صورت تو از این همسرت که یک قطعه نور میمونه. واقعا چه آرامشی است. بزرگترین سرمایه در زندگی یک همراه صالح و مصلح و دلسوز و انیس و همصحبت و همدم و رفیق و تو خوشی و ناخوشی. اما این 5 تا انگشت با هم برادر هستن اما برابر نیستن. این 5 تا انگشت با هم برادرن، درسته؟ تو یه دستن. عزیزی خدا امتحانش کرد. خدا امتحانش کرد. شوهرش سرطان گرفت، شیمی درمانی میشد، زنش رفته بود رو تخت بیمارستان طلاقم بده. زن شوهرش مرد مؤمن و کارمندی بود، روزی حلال میخورد، خدوم بود. به شوهرش فشار آورد برو قاچاق بکن تا پولدار بشی مثل اون باجناقم، مثل همریشه، برو قاچاق کن پولدار بشید. زن از خدا بترس، قانع بشو، برو قاچاق کن پول میخوایم. مرد به این خوبی، به این مؤمنی، رفیق راهته، چرا وادارش میکنی قاچاق بکنه، مال حرام بیاره تو خونه؟ هی ناشکری کرد، برو مثل فلانی پولدار بشو. همریشه چه ماشین سواره، باجناقت چه خونه‌ای داره. ناشکری به نعمت خدا. بعد از مدتی یه غده سرطانی چه تو سر مرده چه پیدا شد. رفت دکتر گفت این غده سرطانیه، در آورد کل چه ریشه دوانده بود. بعد از مدتی خداوند اون مرد صالح ازش گرفت، گفت بیا پیش من که جات پیش این زن نیست، حالا برو تنها بشی. ناشکری به نعمتهای خدا نکنی.